الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس 44 عقیده در قرآن و سنت، موضوع امروز ما و شما که این هم شامل توحید الوهیت میشه، استغاثه هست. استغاثه اصلا خود استغاثه از کلمه غوث گرفته شده و کلمه غوث به معنای کمک خواستن در سختی هاست. کمک خواستن در سختی، یعنی یک نفر در حالت بسیار سخت قرار می داشته باشه، داد میکنه، مثل ما میگن بدادم برس. اینی را در زبان عربی چی میگن؟ استغاثه میگن، بدادم برس. عرب ها میگن غوث الرجل و استغاث صاح و غوثا. میگه یک نفر همی که استغاثه میکنه یعنی چی میگن؟ میگه و غوثا. و غوثا که میگن یعنی به فریادم برسین، به دادم برسین، به کمکم برسین. اینی را استغاثه میگن. و استغاثه را در اصطلاح اعتقادی علمای عقیده چه قسم تعریف میکنن؟ میگه که الاستغاثه طلب الغوث و هو لازاله الشده. یعنی استغاثه را میگه طلب دادرسی هست. یک کس را میگه به دادم برس، به مشکلم برس، به خاطر از بین بردن امو سختی. یعنی انسان در یک حالت سختی قرار داره، بنان ای استغاثه میکنه. و علما میگن که فرق بین دعا و استغاثه چی هست؟ میگن دعا که است عام است، میشه یک نفر در سختی نباشه، حالتش خوب است، زندگیش نرمال است، لکن دست دعا با بارگاه الله بلند میکنه، این دعا هست. یعنی دعا هر وقت میشه. اما وقتی که دعا را ما استغاثه میگیم، یعنی استغاثه یک بخش از دعا هست، اما وقتی که استغاثه میگیم باز ای چی میشه؟ ای قید داره استغاثه که در حالت چی می باشه؟ در حالت سختی و شدت و بسیار حالتی که انسان حالت خراب می داشته باشه. اینال اگر یک کس در این حالت دست دعا بلند میکنه، استغاثه ای را میگن. استغاثه دو قسم است، مثل بخش های دیگه که ما خوانیم که استغاثه چون یک بخش از دعا هست، این دو قسم است، یا یکی در عالم اسباب است و یکی در عالم مافوق اسباب است. در عالم اسباب مثل ما و شما زندگی میکنیم، همین زندگی که ما و شما میکنیم این عالم اسباب است. پس اگر یک نفر در عالم اسباب از یک انسانی که او توانایی داره استغاثه میکنه، این از نگاه عقیده مشکل نداره. مثلا یک نفر مریض است و اونجا یک دکتر است، صدا میکنه که او دکتر صاحب به دادم برس. پس او دکتر امو سامانا و امو وسایل معاینه خود گرفته، با امو کمک های اولیه به داد ازی میرسه. یک نفر زخمی هست، در تلفن برای یک دکتر زنگ میزنه و برش میگه دکتر صاحب عاجل به دادم برس. صحیح شد نه؟ پس این کدام مشکل نداره، به خاطر ازی که در قرآن شریف میگه که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. در قصه موسی علیه السلام، آیت شریف در قصه موسی علیه السلام آمده، سوره قصص آیت 15 هم داری میگه که اونمو شخصی که سرش یک کس ظلم میکرد که از فرعونی ها بودن، بالا یکی از اقارب یا خویشاوندا از کسایی که از موسی علیه السلام بود ظلم میکرد. امون نفر که از قوم موسی علیه السلام بود
میگه ای چی کرد؟ استغاثه کرد با کی؟ با موسی علیه السلام، چون موسی علیه السلام پیغمبر بود که خب الحمدلله ماشاءالله قوی و نیرومند بود و او برش گفت که حالا کی مرا لط میکنه؟ دیگه این میگه که فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه. اینالی استغاثه در عالم اسباب درست است که مثلا یک انسان از یک انسانی که توانایی در یک کار داشته باشه طلب کمک میخواه، مثل که مریض از دکتر کمک میخواه، مثل که فقیر از یک پولدار کمک میخواه، مثل که یک طفل خرد از یک انسان کلان در یک مشکل کمک میخواه، مثل که یک شاگرد از استاد خود کمک میخواه. پس این استغاثه در این حالاتی که انسان در یک حالت سخت قرار می داشته باشه، میفهمه که یک کسی یک دوستش است، بعد از او صدا میکنه که به کمک ما برس و استغاثه میکنه. این پروا نداره از نگاه عقیده. استغاثه دیگه که در عالم مافوق اسباب است که استغاثه مخصوص الله هست. این استغاثه که در عالم مافوق اسباب است که یک نفر مثلا مریض است، دکتر برش میگه که والا من دیگه از دستم چیزی نمیه، یک در حالت است که هیچ کس نیست، پس اینال این انسان رجوع میکنه به الله و در حالت سخت به بارگاه الله رجوع میکنه. در آیات قرآنی آمده هست و در احادیث هم کلمه استغاثه و همین استغاثه در عالم مافوق اسباب آمده است که ما از این درس عقیده میگیریم. در آیت شریف در قصه غزوه بدر سوره انفال آیت 9، سوره انفال آیت 9 در مسئله استغاثه میگه که وقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام دیدن که لشکر کفار آمدن و تقریبا تعدادشان به 1000 نفر یا بیشتر از اون میرسید و تعداد مالشان و سلاحشان همشان زیاد است. دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دست خدا بالا کرد و به الله میگفت که به کمک ما برس، استغاثه میکرد و آیت شریف میگه که استغیثون ربکم فاستجاب لکم، تستغیثون ربکم، وقتی که شما استغاثه میکردین، طلب دادرسی میکردین از کی؟ ربکم، از پروردگارتان، فاستجاب لکم، پس او اجابت کرد برای شما، یعنی دعای شما رو اجابت کرد. که باز آیات بعدی میگه که چی هست که برشان چندین هزار ملک روان کرد و اونا در صف مسلمان ها بر علیه مشرکین جهاد میکردن. و هما در آیت شریف دیگه میگه که و هما یستغیثان الله، سوره احقاف آیت 17 میگه و هما یستغیثان الله ویلک آمن ان وعد الله حق. و هما و او دو شخص یستغیثان الله، استغاثه میکردن به الله. و دیگه آیت شریف دیگه که است این هم درباره استغاثه میگه که در روز قیامت و این یستغیثو، میگه اگر همین کافرها استغاثه بکنن در حالت سخت قرار دارن و کمک میخوان، یغاثو بماء کالمهل، دیگه بر از اینا آب داده میشه، اما آبی که از آب دوزخ هست و اما آبی که بسیار چی است، بسیار زیاد گرم است و بدمزه هست و بسیار وضعیتش خراب است. عن انس ابن مالک رضی الله عنه، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگه ان رجلا دخل المسجد یوم جمعه، یک شخصی در روز جمعه داخل مسجد شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم قائم یخطب، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایستاده بود در منبر و خطبه میداد. فاستقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم قائما، میگه پیش پیغمبر هم رفت در مقابلش ایستاده شد. قال یا رسول الله، ای پیغمبر خدا، هلكت الاموال و انقطعت السبل، گفت مالای ما هلاک شد و راهها کلش بسته هست، خشکسالی هست، هیچ چیز نیست. فدع الله یغیثنا، پس تو دعا کو بر الله که ما را استغاثه بکنه، به مدد ما برسه، دادرسی ما بکنه، مشکلات ما را دی حل بکنه.
میگه فرفع رسول الله صلی الله علیه و سلم یدیه، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستای خدا بالا کرد برای دعا. ثم قال، بعد از او گفت اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. 3 مرتبه امی دعا را میکرد که اللهم اغثنا. این در بخاری شریف است، حدیث بخاری شریف است، در باب الاستسقاء فی المسجد الجامع. در بخاری شریف در باب استسقاء در مسجد جامع. در اینجا این حدیث شریف است که باز میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند مرتبه اینمی دعا را خواند. پس این استغاثه در چی است؟ در عالم مافوق اسباب است که انسان چون وقت باران نمیشد و خوشسالی آمد، مردم آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفتن ای رسول الله، ببینین ادب صحابه کرامه که این صحابی مبارک آمد و پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که فدع الله یغیثنا. صحابه عقیده را درست میفهمیدن، گفتن که دعا کو به الله که ما را چی کنه؟ مدد رسانی بکنه. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کرد و اینا صحابه کرام طبعا اونا هم دعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل از او دعا کردن و چیزشان مشکلشان حل شد. اینال علمای اسلام در مورد استغاثه چی میگن؟ میگه ابو یزید بستامی، ابو یزید بستامی یک شیخ یک عالم عارف است. این چی میگه؟ این میگه استغاثت المخلوق بالمخلوق که استغاثت المسجون بالمسجون. میگه اگر یک مخلوق از یک مخلوق دیگه استغاثه میکنه، مثل از این است که یک زندانی را لط میکنن، این چیخ میزن از زندانی دیگه کمک میخواه. توجه هستین؟ یعنی اون زندانی بیچاره خودش لط خدا خورده، در اونجا خودش لط خورده، اونجا کله شکستگی شیشته، حالا که نوبت لط خوردن از این آمده، ای چی میکنه؟ این از او کمک میخواه. این حالا میگه کس استغاثه از مخلوق میخواه، مثل از این که یک زندانی از زندانی دیگه دادرسی میکنه. او زندانی بیچاره میگه خودم در زنجیرها بسته هستم، خودم وضعیتم خراب است، خودم حالتم خراب است. این حالی از بایزید بستامی، یعنی این یک شیخ است، یک عالم است که اکثرا خصوصا کسایی که متصوف هستن بر از زیاد اخلاص دارن، با خودش اخلاص دارن، اما گپایش باید از نگاه عقیده آدم که کسر اخلاص داشت باید با گپایش هم چی داشته باشه؟ اخلاص داشته باشه. بعضی کسا مثلا مثل نصرانی ها به عیسی علیه السلام خوب اخلاص دارن، اما گپای عیسی علیه السلام قبول ندارن. عیسی علیه السلام یک تا پرست بود، نه؟ یا چی شدن؟ مجسمه عیسی علیه السلام جور کردن، بت پرست شدن. بعضی کسا حضرت علی را بسیار دوست دارن، اما گپای حضرت علی را تطبیق نمیکنن، گپایش تطبیق نمیکنن. بعضی کسا میگه من تخلص محمدی است و خوب تخلصای لوکس میمانن، لکن عملش ببینید که با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ مشابهت نداره. یعنی وقتی که آدم میگه که من یک کسی را دوست دارم، دوستی علمایی است که در منهج علما بری. اگر ما مثلا حضرت حسین دوست داریم، تو نمیشه من حضرت حسین دوست دارم. حضرت حسین که یزید که کافر نبود، فاسق بود، بیعت نکرد. تو میری که یک کافر در یک چوکی میشینی و که از یک حکومت جور میکنی و باز میگی که والا صاحب مکی را دوست دارم، رسول الله صلی الله دوست دارم، یا حضرت علی را دوست دارم، یا حضرت حسین را دوست دارم. و بعضی کسا هست میگه که من بایزید بستامی را دوست دارم. بایزید باز همین نفر که بایزید بستامی را دوست دارم، بازی میره در یک قبر از یک مرده چی میکنن؟ به او استغاثه میکنن. و متاسفانه در افغانستان یک کلمه بسیار خطرناک و یک کلمه بسیار شرک آمیز و یک کلمه که انسان حتی از دایره ایمان میکشه چی است؟ که اونا بعضی از اشخاص غوث العظم میگن. غوث العظم چی معنی؟ یعنی دادرس بسیار بزرگ. غوث خب ما گفتیم که دادرس. خیلی ببینیم. حالا اگه بگویی که غوث العظیم، اگه بگویی دادرس بزرگ،
این دادرس بزرگ ما کی است؟ الله هست نه؟ یا اینال بعضی کساس باز شخص چی میگن؟ غوث العظیم نمیگن، غوث الاعظم. عظیم اعظم باز بیخی صیغه چی است؟ مبالغه هست. از عظیم هم که در رتبه چی است؟ بالاتر است. آیه از نگاه عقیده درست است؟ یعنی خود این اصطلاحات مزیت غوث الاعظم دستگیر است. اصلا ما شما دستگیر میگیم، همین تلفظ درست اگر بگویم او غوث الاعظم دستگیر چی معنا؟ سعی کنین معنای خدا میته خطرناک است. یعنی او کسی است که خودش فوت کرده، نه چند قرن پیش شاید فوت کرده باشه، لکن او حالا چی میکنه؟ غوث است، دادرس است و دادرس تو کوچک هم نیست. العیاذ بالله رتبهش است. العیاذ بالله او از نگاه عقیده غوث الاعظمه که او دست ما را میگیره و ما را مشکلات ما را حل میکنه. خود صفت الله هست، لکن این صفت برای کی دادن؟ به این مخلوق دادن که باز دست ما را چی میکنه؟ میگیره. از این خاطر مشکل در عقیده نمی است. مشکل در عقیده کسایی که در درس عقیده اشتراک نمیکنه، یک وقت 60 ساله 70 ساله خوب عبادت کرده، با اینمی عقیده میره که یک انسان غوث الاعظم دستگیر فکر میکنه، خدا کنه که شوای اعتکاف هم چشته باشه، خدا کنه شوای لیلة القدر رام گرفته باشه، خدا کنه که 10,000 ختم هم کرده باشه، اگر این عقیده را داشت در روز قیامت نجات پیدا نمیکنه. و این عقیده را بسیار مردم دارن. چرا دارن؟ به خاطر که در افغانستان حلقات درس عقیده اول نیست، باز اگر است چی است؟ بسیار ضعیف و تعداد کم از عقیده خبر دارن. این حالتی خاطر او انسان چی فکر بکنه؟ دادرس بسیار بزرگ که در مشکلات چی میکنه؟ در مشکلات دست مرا میگیره. این حال سر ازی خودتان فکر کنید. تو در مسائل من خواهش من میشه از دوستایی است که تو نورمال فکر بکنید، تو تعصبی فکر نکنید. والا من اینم تو عادت دارم، من اینمی قسم هستم. اگر 60 سالی عقیده را داشتی حالا توبه بکن. 60 سال اگر عقیده داشتی حالا توبه بکن. اگر توبه نکنی عباداتایت کلش از بین میره. چرا تو صفت الله را بکی دادی و مخلوق دادی. استستغیثون ربکم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استغاثه به الله میکرد در عالم ما فوق اسباب. پس اینجا چی هسته؟ علامه آلوسی چی میگه؟ علامه آلوسی یک مفسر قرآن است. این چی میگه؟ میگه مردم بسیار زیاد به غیر الله از اولیای زنده و مرده و غیره دعا می نمایند. مثلا میگویند ای جناب فلانی مرا نجات ده، ای جناب شاد شمشیره. وقتی که یک مشکل پیدا میشه یا شاهد شمشیره یا فلان هم نامای اشخاص هم میگیرن، میگه مرا نجات ده. این از جمله توسل مباح نیست. علامه آلوسی میگه و شایسته یک مؤمن است که چنین الفاظی را استعمال نکند. یک مفسر قرآن است این تفسیر میکنه. و بعضی از علما آن را شرک میدانند و اگر شرک نباشد نزدیک به شرک است. من به این نظرم، این نظر آلوسی است که من میخوانم، علامه آلوسی میگه من به این نظرم که کسانی که چنین میگویند به این عقیده اند که شخصی را که طلب میکنند که زنده غایب و یا مرده غایب است غیب را میداند. میگه چرا این نفر که زنده هست غایب است، خودش در اینجاست، او شخص در کجا است؟ در مزار است. او شخص خودش اینجاست، او شخص فوت کرده 2 قرن پیش 3 قرن پیش. میگه این وقتی که طلب میکنه چی است؟ میگه یا به این عقیده هستن که اونم شخص غیبه میفهمه. چی رو میفهمه؟ حالا وقتی که تو عقیده او انسان عقیده نداشته باشه که غیبه میفهمه، از اینجا چطور برش صدا میکنه؟ پس من در کابل هستم چیغ میزنم که برام من زیارت غزنی کمک بکنه. اگر این قسم چیغ میزنم میگه معنای زیر علامه آلوسی میگه این است که یعنی تو عقیده داری که او غیبه میفهمه که آله تو غایب هستی از پیش از ولو که در غزنی زنده است یا مرده. این به این عقیده است که او غیبه میفهمه.
خب غیب را میداند. پس چی کرد؟ بر از یک صفت الله را داد. عالم غیب کی است؟ الله هست. پس ای با می صدا زدن خود به این عقیده شد که انسان چی را میفهمه؟ غیب میفهمه و عالم غیب الله هست. یک صفت الله را برز داد. خب به این عقیده هم که شخصی را که طلب میکنند که زنده غایب و یا مرده غایب است، غیب را میداند، صدا را میشنود و یا خودش به ذات و یا با واسطه دیگری قدرت جلب و منفعت و دفع ضرر دارد. دیگه عقیده شانی است که با این عقیده هستند که اونمو شخصی که در اونجا هست مرده یا زنده، اول غیب میفهمه، دوم قدرت داره که جلب منفعت بکنه و ضرر از تو چی کنه؟ دور بکنه. و این هم صفات الله هست. این هم از صفات الله هست. 3 صفات الله را به این شخص داد. بگو 3 صفت. خب در غیر آن او را چنین طلب نمیکرد و در این کار امتحان بزرگی از جانب خالق متعال نهفته است. اینال علامه علوسی چی میگه در تفسیر خود؟ میگه فالحزم التجنب عن ذلك و عدم الطلب الا من الله تعالی. حزم و کار درست و کار خوب و عقیده ثابت، عقیده محمدی، کدام عقیده هست؟ میگه التجنب عن ذلك، که از این کار اجتناب بکنم، و عدم الطلب الا من الله تعالی، که این طلب نکنه بغیر از الله متعال. القوی، او ذاتی که قوی هست. الغنی، او ذاتی که غنی هست. الفعال لما یرید، که او فعال لما یرید است، آنچه که اراده میکنه. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس این علامه علوسی میگه که این کار باید انسان از مخلوق طلب نکنه. چرا؟ میگه او عالم است، مفسر قرآن است، او نقاط دقیق میفهمه. او میگه که تو خود والا من فلانی شخص دوست دارم، خودم در اینجا هستم، برش صدا میکنم که فلانی صاحب تو مثلا در هرات هستی یا در مزار هستی، بداد ما برس، او را استغاثه میکنی. این حاله اگر استغاثه به الله میکنیم، خب این عقیده هستیم که الله عالم الغیب است. الله با علم خود به ما نزدیک است از شارک گردن، و آیت قرآن است. و الله مجیب است و الله نیاز به چیز نداره. وقتی که خواست، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این علامه علوسی چی میگه؟ قرآن شناس است، عالم است که عقیده را درست میفهمه. او میگه وقتی که همین نفر اونجا را صدا میکنه، چی معنا میته میگه به تو؟ والا من فلانی نفر را دوست دارم. دوست داشتن یک ولی الله، دوست داشتن یک پیغمبر، او جای خود داره و مقام الوهیت برای پیغمبر و برای یک دوست خدا و اولیاء الله دادن این دیگه گپ است. حالا بسیاری وقتا ما که یک آنجایی که شنیدیم، بعضی دوستا تو فکر میکنه که وقتی برای کس بگی که تو برای اولیاء الله صفت الله را نتی، او فکر میکنه که تو در مقابل اولیاء الله بیادب هستی یا تو در مقابل پیغمبر بیادب هستی. ما میگیم نه بیادبی در مقابل الله میکنیم، نه بیادبی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم، و نه بیادبی در مقابل اولیاء الله میکنیم. هر کدامش با صفاتش میشناسیم، با مقامش میشناسیم. الله عالم الغیب است. الله کسی است که در مافوق اسباب برای ما کمک میرسانه. الله هست که ما دو استغاثه میکنیم. اما پیغمبر عالم الغیب نیست. پیغمبر نمیتونه که وقتی که بعد از اینکه فوت کرده برای ما کمک بکنه. اگر پیغمبر حال کمک کرده میتونست، امروز مثلا روزانه صدها نفر در فلسطین توسط یهودای غاصب و اشغالگر به شهادت میرسن. اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حال میتونست که مدد بکنه، من فکر نمیکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دو تا شرایط خاموش میشید. حتما اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بل احیان عند ربهم یرزقون، اونا از این عالم ما رفتن، در 63 سالگی رفتن. اگر زنده هستن پس شما بسیار خیانت کردین که پیغمبر
دفن کردین. زنده رو چطور دفن کردی؟ تو خب باز اگر پیغمبر زنده بود زنده رو چرا شوشتی کفن کردی؟ پس شما که میگین پیغمبر زنده بود پس قاتل پیغمبر هستین. ولی الله را که میگین زنده هست در این دنیا، پس او را که کفن میکنی میرید از زیر خاک میپرتی، تو گرفتی یک انسان زنده را چی کردی؟ دفن کردی، تو خیانت کردی. اینی گپای احساساتی است. عقیده درست چی است؟ عقیده درستی است که ما به الله ایمان داریم، او غنی هست، او فعال لما یرید است، او عالم غیب است، او کسی است که به او استغاثه میشه. و پیغمبر کار الله را کردن نمیتونه. الله برای پیغمبر رتبه بسیار بلند داده اما صفات خود ندادش. علمای عقیده چی میگن؟ میگن الله برای پیغمبرها و برای دوستای خود همه چیز میتونه اما صفات خود نمیتونه. صفات الله را تو حق نداری که برای مخلوق بدی. پس برای پیغمبر هم به مقامش، به رتبهش، به ای که از ما کرده مقام از او بلند است، او معصوم است، ما معصوم نیستیم، به این هم عقیده داریم. و اولیاء الله و دوستای الله شخصیت های بزرگ است. به او چی عقیده داریم؟ عقیده داریم که هر مسلمان ولی الله هست. کل ما اولیاء الله هستیم. منتها من خود ضابط هستم، شاید شمشیره جنرال است. صحیح؟ او مقامش از ما کرده بسیار چی است؟ بلند است. او مقام صدارت داره، ما مقام جوالیگری. در مقابل پیغمبر من مثل یک چپراسی هستم، اما باز بیادبی برش نمیکنیم، لکن صفات الله را برش نمیتیم. چرا ما خو عقیده میخوانیم و عقیده ما از قرآن و سنت است. افراط و تفرید نمیکنیم. انال علامه آلوسی این یک مفسر قرآن و قرآن شناس است. برای ما چی میگه؟ که شما از الله استغاثه را که میکنید است. انال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مسئله استغاثه بسیار احتیاط میکرد. برای ما در باب عقیده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ما امت کیستیم؟ امت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انال رسول الله صلی الله علیه و سلم در استغاثه چی کرده؟ آنچه که او امر کرده بر ما مهم است. ما لا اله الا الله میگیم، محمد رسول الله. ما در طریقه هستیم، من اهل طریقت هستم، اما با طریقی کی هستم؟ رسول الله. چون در کلمه ایم است لا اله الا الله، خالق ما الله هست. پس ما الله را به طریقی کی میشناسیم؟ محمد رسول الله. پس اگر کسی میگه شما اهل طریقت هستین، بله ما اهل طریقت هستیم. طریقه چی را میگن؟ راه، روش، اسلوب. این ما به طریقی کی هستم؟ به طریقی کی باشیم؟ محمد رسول الله، کلمه ماست. پس ما به الله میرسیم، رضایت الله را کسب میکنیم. با کدام طریقه؟ محمد رسول الله. اینال هر طریقی که به طریقی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشه، باید بگوییم که طریقی کی؟ محمدی. اگر باز طریقی بود که محمدی بود، چرا نام دیگر برش بتیم؟ برش ما نام دیگر نمیتیم. اگه هم طریقی خود از طریقی کی گرفته؟ محمد هم گرفته، پس طریقی از اون محمدی است. اگر باز مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم است و مخالف طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم طریقی شیطانی است. تو که در طریقه هستی، من هم در طریقه هستم. منتها فرق بین چی است؟ من در طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چرا؟ به خاطر ازی که الله بر ما گفته که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. مرا نگفته به اشخاص دیگه که اسوه‌ت هست. چرا؟ دیگرها معصوم نیستن، از دیگرها اشتباه میشه. حتی از صحابه کرام، حتی از صحابه کرام اشتباهات شده، معصوم نبودن. اما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رهبر طریقیم است. اینال هر طریقی که هر کسی که طریقش با طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است،
از طریق رسول الله صلی الله علیه و گرفته. جفا هست که سر طریقه رسول الله صلی الله علیه و کلمه رسول الله رو وسو کنیم، نامش چی بانیم؟ طریقه استاد دایی بانیم یا طریقه استاد فلانی بانیم. من نیست، این طریقه من نیست، این طریقه رسول الله صلی الله علیه و است. من خودم یک خادم و یک چپراسی طریقه رسول الله صلی الله علیه و هست و رسول الله صلی الله علیه و هیچ کمبودی نداشت که من ایده ایلابتون برم پشته یک کسی دیگه. آدم وقتی که در یک صنف است، وقتی که میبینه معلم ضعیف است، میره به سرمعلم یک عریضه میده که والا صاحب این معلمی که در صنف ما من از درس‌های استفاده کردن نمیتونم، خیمه رو چی کن؟ مرد او صنف دیگه تبدیل کن که استاد یک خیمه که قوی تر است. یا شما در این مسجد میین درس میخوانین، احساس میکنین که استاد دایی بسیار ضعیف است، استدلالش، درس دادنش خوبش نیست، میرین سوال میکنین که مثلا یک عالم دیگه هست، دکتر صاحب عیاض است یا مولوی صاحب متوکل است یا مولوی صاحب عابد است یا مولوی صاحب کوثر است. شما میرین در حلقه درس از او میشینین، پرسانتان میکنه چرا درس استاد ترک کردی و اونجا رفتی؟ میگه والا استاد که چندان علمیت نداشت، استدلال نداشت، نمیفهمید، من آمدم یه عالم تر است، فهمیده تر است، درسش قوی تر است. خوب گپ است والله. اما از طریق رسول الله صلی الله علیه و رفتن به طریق شخص دیگه چی معنا میته؟ از شاگردی رسول الله صلی الله علیه و تیر شدن، شاگردی کسی دیگه را کردن چی معنا را میته؟ از اسوه گرفتن رسول الله صلی الله علیه و او را ترک کردن، یک کسی دیگر اسوه و رهبر خود گرفتن چی معنا را میتن؟ معنای میته که غلط معنا میته. اینا خودتان تصور کنین. غلط معنا میده. حالا من خو گفتن نمیتونم، یعنی من خودم همیشه که دوستا را گفتن که تو اهل طریقت هستی، گفتیم بله من اهل طریقت هستم. کیست پیر طریقتت؟ کیست رهبرت؟ کیست پیشوایت؟ چی گفتیم؟ محمد رسول الله صلی الله علیه. انال رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام درس‌های عقیده را بر ما یک یک بیان کرده. قرآن بر ما آورد، درس عقیده در قرآن است میگیریم، درس عقیده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است میگیریم و توصیه کرد که نمی دو چیز بر شما ترک کردیم. یعنی دو چیز بر تو چی کردیم؟ ترک کردیم. قرآن است و سنت است. لن تضلوا. ببینید چه خوب یک نسخه شفایی زیبا میت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لن تضلوا، شما هرگز گمراه نمیشین. ما تمسکتم بهما، که اگر شما با قرآن و سنت تمسک ورزیدین، عقیده تا بخش قرآن ساختی، عملت قرآن و سنت بود، نمازت مطابق قرآن و سنت ساختی. این ما مشکل ما چی است؟ ما قرآن میخوانیم، باز قرآن چی میخوانیم؟ از این سابق در افغانستان 5 کتاب صحیح نه؟ بعد از چی میخوانیم؟ حافظ شیرازی میخوانیم. خب بیچاره بچه پیش مولا صاحب رفت، یک الف به تیسیر سرش در 2 سال خوان. در ترکیه قرآن در 1 هفته یاد میگیره، در افغانستان قرآن در 2 سال یاد نمیگیره. جوانای ترکیه را من دیدم گفت اینا در 1 سال قرآن حفظ میکنن، در 1 سال. مسابقهشان چه قسم است؟ مسابقه ما را سیکو و مسابقه از را سیکو. مسابقه از چه قسم بود؟ گفت ما مسابقه انداختیم در یک مدرسه بود، گفت اینجا تقریبا عدد شانم رفت دقیق نمیم، گردنم بسته نشه گناهگار نشم. یک تعداد جوانا در یک مسجد شیشته بودن، ما را بردن رفتیم دیدیم. مدیرش بر من معرفی میکرد، گفت ما پارسال مسابقه داشتیم، امسال باز مسابقه داریم و ما عادت دارم هر جایی که میرم تو پرسان زیاد میکنم، میخوایم که اگر چیزای خوب باشه بریم به افغانستان تطبیق بکنیم، از تجربه‌های دیگران تجربه خوبشون. گفت ما مسابقه داریم. گفتیم چه قسم مسابقه شما دارین؟ مسابقه قرآن. گفت این جوانا که در اینجا هستن، گفت یا برای 1 سال قرآن حفظ میکنن. ما مسابقه انداختیم که هر کس در 6 ماه کرد
عمره رایش میکنیم تا 7 ماه، در 1 سال خود کلش میکنه. این حال کدام جوان میتونه که در 7 ماه چی کنه؟ قرآن حفظ کنه. گفت پارسال چند نفر، 7 نفر بودن 8 نفر بودن، من یاددار حفظ کردن نمیتونم. گفت اینیا حفظ کردن در 7 ماه. پس مسابقه ازو به اساس یک هدف از چی؟ که جوان کوشش بیشتر بکنه. پس او جوان در 1 سال نرمال حفظ میکنه، لکن حالا میخواد به خاطر از اینکه در مسابقه اول نمره شوه. گفت 12 نفر تانست. گفت ما تو نگیم که تنها اول نمره است. گفتیم هر کس که تانست و تجارای ما گفت که اگر 20 نفر 20 توانست برای 20 جایزه میدیم. گفت بالاخره 7 نفر توانست، برای 7 نفر چی کردیم؟ یا عددش والله اعلم 7 نفر بود یا 8 نفر بود یا 9 نفر بود، اونجا تصاویرشان بوده و گفت اینا چی هستن. پس اینال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در استغاثه برای ما چی درس میده؟ ببینید چقدر حدیث است که امام طبرانی روایت میکنه. میگه اخرجه طبرانی في المعجم الكبير وقال الحيثمي في مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 159 گفت و رجاله رجال الصحيح غیر ابن لحیع و هو حسن الحدیث. خب یعنی میگه کسی که دیگه راویایش از راویای صحیح هستن و یک ابن لحیع است، لکن او حسن یعنی خوب است. پس در این حدیث شریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ ببینید من وقتی که درس میتم یک کسی برام زنگ میزنه، استاد سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد شما توسل به ذات چی میگین؟ در تلفن. این میخواد 44 درس عقیده را در چیزی یاد بگیره؟ در یک تلفن. باز وقتی که من برش میگم میگه والا وی اینه در یک حدیث آمده به حق السائلین. یک 2-3 روز پیش یک دوست زنگ زده بود. خب گفتم برادر عزیز علما میگن که این حدیث ضعیف است. علما سر از این حدیث علمای عقیده بحث کردن، ولی نمیخواد که گپ علما را بفهمه. در بین تلفنی قسم میگه چرا گفتم خنده میکنی؟ من کدام فکایی گفتم؟ شما بی دلیل بی سند میگین حدیث ضعیف است. این در ترمذی آمده. برادر محترم وقتی که در ترمذی آمد علمای متخصص حدیث گفتن که وقتی در کتابتان حدیث را از ترمذی روایت میکنین، ما در پانتون در پانزه شرایط همین سیستم داریم. در صحیح بخاری و صحیح مسلم میگه کس میگه در این جنجال نیست یا صحیح هست که گفتی صحیح بخاری خلاص، صحیح مسلم چرا که اسنادش بسیار قوی هست. اما باقی مانده دیگه کتابا حتی ادب مفرد امام بخاری علمای متخصص ما رو فی حدیث تخریج کو. تخریج چی معنی؟ یعنی برای ما باید دیگه علمای حدیث گفته باشن که احادیث از این صحیح هست. از این خاطر علما احادیث صحیح و ضعیف در چی کشیدن؟ در ترمذی، در ابو داود، در دارمی، در مشکات المصابیحی که ما در افغانستان میخوانیم بسیار احادیث ضعیف حتی احادیث موضوع داره و تحقیق شده. در افغانستان که یک کتاب شهرت پیدا کرد بازو چیز میکنه اعتراض میکنه. از این خاطر امانت علمی است که اگر میخوای که سر رسول هم دروغ نگویی و در لیست کسایی نری که سر پیغمبر دروغ گفته باشی. چرا یک نفر یک حدیث روایت میکنه و سندش درست تحقیق نمیکنه، حدیث ضعیف است و یا حدیث نیست و علما گفته بدر نمیخوره و او رو روایت میکنه، یعنی معنایش اینمی است که قصدن خواسته که سر رسول هم چی بگوید؟ دروغ بگوید. اینال در افغانستان مسئله درسای عقیده بسیار ضعیف است. عقیده را مردم درست برش نوبت نمیرسه. چی خواندی؟ حافظ خواندیم. حافظ چطور خواندی؟ حافظ بیچاره او خود شاعر است در عالم خیال. شیشته که اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را به خال اون دوش بخشم سمرقند و بخارا. ولی سمرقند خواست چه گفته بخواین حافظه بهش که حافظ
تو را کسی اینجا یک بسوا زمین نمیته، تو کل شب به خاطر یک خال اوندو بخشش میکنی؟ گفت والا سر ما خیلی تو یگان اضافه خرچی کردیم که تو در فخر و گدایی تیر میکنیم. این حال بسیاری مردم عقیده خود از چی میگیرن؟ از حافظ میگیرن. حافظ خدا ببخشه، حافظ تخلص حافظ است، خب اشعارش یعنی 90%ش خب حضور بعضی میگه والا چطور است چنان است، بسیار گپای خطرناک داره که ظاهرش اگه ببینی فاسقانه است، اگه ترجمهش کنی بیخی به کفر میرسه. یعنی بسیار گپاش اصطلاح استخدام کلمه خمار و این گپا برای خالق متعال کاملا بیادبی است به خالق متعال، کاملا بیادبی هست. کسایی که شیرای زیر خوانده گپای مرا میفهمه که میگه که دوش از یک استاد ما داشتیم تشریح میکرد که دوش از میخانه دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون رو به سوی خانه خمار دارد پیر ما. باز ما یک استاد داشتیم حافظ شناس بود، بازو برای ما درس میداد که منظورش در این شعر منظور حافظ چی است؟ میگفت معراج نبی صلی الله علیه و سلم است. دوش از مسجد، میگفت از مسجد الحرام از مکه مکرمه سوی کجا؟ سبحان الله مقام چیره بالا رو به چی تشبیه کرده؟ یعنی امیر والا از نگاه در عقیده جور نمیه. یعنی در چوکات عقیده پرتی به مقام که معراج نبی صلی الله علیه و سلم از تو چی جور کن؟ در میخانه خود 4 تا لندغه رو لچک و سیزی همین تشبیه هزی ادب اعتقادی ما اجازه نمیده. والا ما که در عقیده 13 سال 14 سال است که کار میکنم، من همین جرأت کرده نمیتونم، همین کلمه رو استعمال کرده نمیتونم. چون رو مقام تو بخیز تو یک کلمه رو برش استعمال کن. باز میگه چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما مریدان رو به سوی کعبه چون آریم چون. ما اگر کجا بریم؟ به طرف کعبه بریم، رو به سوی خانه العیاذ بالله خمار، خانه خمار منظورش کی است؟ از کلمه خمر گرفته شده نه؟ خمار خامر شراب توزیع کنه، خمار خوب دیگه. اما تو ایره برای کی گفته؟ منظورش کی از زمین شیر؟ العیاذ بالله بگویم باز از بگویم. بسیار خطرناک است. والا خدا ببخشش، خدا عفوش کنه. والله اگه خدا عفوش نکنه والله بسیار گپش خراب است. الله عفوش کنه. من میگم الله عفوش کنه. والله کسایی که در کتاب از این شله هست یار هدایت کنه که به عوض از او قل هو الله احد بخوانه. هو الله الذي لا اله الا هو. سعی که عظمت خالق بیان میکنه. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. قرآن با چی عظمت بیان میکنه؟ و مردم افغانستان با این شکل خوب متوجه باشه. در عقیده جور نمیه. من میترسم مرکز بگو یک درباره الله گپ بزن بغیر از قرآن چیزی دیگه گفته نمیتون. چه قسم الله را بر ما معرفی میکنی؟ قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. معرفی کو الله را. هو الله الذي لا اله الا هو. این قسم الله را با عظمت و جلالش معرفی بکنی. قرآن با عظمت و جلال معرفی میکنه. اما یا چی میگن؟ از او که در کلمات چتل و کثیف، اگر من یک از بگویم که استاد تخلص تا خمار میمانم تو سیلی بزنم که از بینیش اونجا در دیوال
خونه‌اش جاری شوه. تو احمق لوده کلمه خماره برای من استعمال میکنی؟ چتله. این حال شما فکر بکن. برای یک ما خوش نداریم کلمه رو استعمال. من به خمار چی؟ من به چی؟ من شراب خور هستم. من خداوند نه شراب توزیع میکنم. اگه کدام شراب خور پیش ما بیاد بوتل شراب بیاد کردیم بوتل شرابش رو کلهش میذارم که دلش از زندگی سیر. این تخلص چی میگه؟ ما تخلص خود از قرآن گرفتیم. یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله. ما هم در راه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کوشش میکنیم که داعی باشیم به طرف الله به اذنه به اجازه الله. از اجازه الله خارج نمیشه. اما تو اومدی برای من تخلص نو جور میکنی. این تخلص چتلت برای خودت نگاه کن. و این حال چطور این تخلص چتله برای یک انسان تقاضا نمیکنه؟ تو به ذات ذوالجلال و الاکرام کدام ایمان تو و کدام عقیده تو و کدام تقوای تو را اجازه میده که تو کلمات به خالق متعال استعمال بکنی؟ الله در باب عقیده یعنی در باب عقیده جای نداره. دیگرها کی کار میکنه؟ خب اینال رسول اکرم صلی الله علیه و ادب استغاثه رو برای ما چه قسمی داد؟ سعی کنین در حدیثی که امام طبرانی رضی الله تعالی عنه روایت میکنن چی میگن؟ میگه فی زمن النبی صلی الله علیه و سلم منافق یؤذی المؤمنین. میگه در زمان رسول الله صلی الله علیه و یک منافق بود مسلمانا را اذیت میرساند. فقال بعضهم میگه بعضی از مسلمانان گفتن قوموا بنا نستغیث برسول الله صلی الله علیه و سلم من هذا المنافق. بریم پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیغمبر صلی الله علیه و لشکر داره، پیغمبر صلی الله علیه و سلم عسکر داره، مجاهد داره، نفر داره. بریم از منافق شکایت بکنیم، استغاثه بکنیم به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم آمدن پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نستغیث ما بداد ما برس از دست از این منافق که ما را بسیار اذیت کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خوب متوجه باشین میتونست که از کمک بکنه یا نمیتونست؟ حالا عسکر داشت، نفر داشت، صحیح نه؟ رهبر بود. میتونست که از این نفر مسلمان ها کمک بکنه یا نمیتونست؟ میتونست. لکن رسول الله صلی الله علیه و ادب استغاثه را یاد میده برای ما. چی میگه برای انه لا یستغاث بی. میگه دادرسی به من نمیشه. و انما یستغاث بالله. استغاثه به کی میشه؟ به الله میشه. یعنی میگه این کلمه را ادبا برای من استعمال نکنین. از این چی هسته؟ علمای عقیده در این حدیث مبارک چی میگن؟ یک عالم عقیده چی میگن؟ یک کتاب از به نام فتح المجید در صفحه 196 خود چی نشه میکنه؟ میگه که کره صلی الله علیه و سلم ان یستعمل هذا اللفظ فی حقه. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار بد میدید که همین کلمه استغاثه در حقش، در حالی که میتونست لکن همین کلمه را بد میدید که برای استعمال شود. چرا این کلمه باید به کی استعمال شود؟ به خالق متعال. میگه و ان کان مما یقدر علیه فی حیاته. اگرچه میگه در زندگی خود امی توانایی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این مردم داشت. حمایتا لجناب التوحید. میگه به خاطر از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست که خوب توحید مردم به توحید بفهمونن، حمایت بکنن. و صدا لذرائع الشرک، که این وسیله برای شرک نشه که اون مردم استغاثه به پیغمبر کردن، اون به پیغمبر گفتن، اون شتو کردن. لیکن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواست که می دروازه شرک چی کنه؟ بند کنه. صحیح شد نه؟ و ادبا و تواضعا لربه. دیگه به خاطر چی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ادب داشت و تواضع داشت به پروردگار خود. و تحذیرا للامه من وسائل الشرک من الاقوال والافعال، تا که امت خدا بترسانه از چیزایی که دو خوف شرک است از اقوال افعال. دیگه اینال ای عالم دانشمند چه قسم تفسیر میکنه؟ میگه فاذا كان هذا فيما يقدر عليه النبي صلی الله علیه و سلم فی حیاته. میگه در حالی که این کار رسول الله صلی الله علیه و سلم در زندگی خود کرده میتونست و قدرتش هم داشت، این کلمه را گفت که به ما استغاثه نکنین، به الله بکنین. فکیف یستغاث به بعد مماته.
پس تو چه قسم پیرو پیغمبر هستی که بعد از مرگش از او چی میکنی، در حالی که بعد از مرگ خودی توانایی نداره که برای تو کمک بکنه؟ تو چه قسم استغاثه میکنی برازی؟ و یطلب منه امور لا یقدر علیها الا الله، و از پیغمبر چیزهای تقاضا میشه که او قدرت نداره بغیر از الله که عالم الغیب است، که او استغاثه میکنه، که او در عالم اسباب کن فیکون. پس میگه چرا این قسم میشه؟ و اذا كان هذا لا يجوز في حقه صلی الله علیه و سلم. سعی کنین اینه یک عالم دیگه است، کتاب التوحید. این چی میگه؟ این با سرزمی حدیث شریف چه قسم تفسیر میکنه؟ سرزمی میگه و اذا كان هذا لا يجوز في حقه صلی الله علیه و سلم، وقتی که استغاثه به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز نیست، فغیره من باب اولا، پس بعد دیگرها خب باب اولا است که از او که کسایی که رتبهش پایین‌تر است به خود استغاثه نشه. خب صاحب کتاب تمهید لشرح کتاب توحید چی میگه؟ میگه استغاثه صحابه به رسول الله صلی الله علیه و سلم جایز بود. چرا؟ زیرا آنان از رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی میخواستند که با آن قدرت داشت و رسول الله صلی الله علیه و سلم میتونست که آنان را کمک نماید، یا امر کشتن، یا امر به قید و تهدید، و یا جزای تعزیری یا جزای دیگر برای منافق میداد، زیرا او مسلمانان را اذیت مینمود. لیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم برایشان در این رابطه ادب استغاثه را آموخت. در این رابطه چی را یادشان داد؟ ادب استغاثه را آموخت. خب و سخن کامل را فهماند و برایشان گفت انه لا یستغاث بی انما یستغاث بالله. متوجه هستید؟ یس. اینال از چند سه نقطه درس گرفته میشه. نقطه اولش احتیاط در استغاثه. این کلمه را آدم بغیر از الله و کسی دیگه استعمال نکنه. احتیاط که غوث الاعظم برای مخلوق استعمال نکنی. احتیاط که این استغاثه را به مخلوق استعمال نکنین. نقطه دومش ادب استغاثه را رسول الله برای ما یاد میده. نقطه سومش وقتی رسول الله صلی الله علیه و دارای مقام منزلت بود این قسم گفت و در کاری که توانش داشت، پس دیگر از باب اولا است که انسان در استغاثه چی کنه؟ متوجه این نقاط باشه. اینال اهمیت درس عقیده در این نقطه هست. عقیده، درس توحید و درس ادب با الله و با رسول الله و با اولیاء الله، درس ادب بر ما میآموزونه. و کسی که عقیده رو نمیفهمه این حال مشکلش چی پیدا میشه؟ دی پیدا میشه که میخیزه، خوب نماز میخونه، خوب روزه میگیره، خوب عبادت میکنه، لکن برای مخلوق چی استعمال میکنه؟ غوث الاعظم. و این متاسفانه در دیگه مملکت های کلمه باشه یا نباشه، خود در افغانستان ما و شما هست نیست. و شیطان عادتش چی است؟ شیطان میخواد که قلب انسان از خالق دور بسازه و قلبش به مخلوق ارتباط بده. و چه وقت قلب انسان از خالق قطع میشه و به مخلوق قلب رجوع میکنه؟ که وقت صفات خالق به کی داده شوه؟ به مخلوق داده شوه. و اینمی صفات خالق که به مخلوق داده شد، اینجا شرک پیدا میشه. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز از درس استاد موضوعات را یاد گرفتیم یا آموختیم که درباره استغاثه بود، یعنی مدد خواستن که باید انسان در وقت مشکلات از کی باید مدد بخواه و از کی نخواه. و این مدد خواستن یا استغاثه به دو قسم است که در مجموع در عالم اسباب مثلا از مخلوق یک چیز در وقت مشکلات ما طلب میکنیم، این البته این صحیح است، غلط نیست. و یکی استغاثه یا مدد خواستن در مافوق اسباب است که او خاص به چی از الله باید انسان استغاثه کنه یا که مدد بخواه در وقت مشکلات. و همین خود استغاثه را هم تعریف شد استاد کرد که عبارت از این که یک انسان در وقت مشکلات بسیار به سختی و شدت می باشه، این مدد میخواه، کمک میخواه، این عبارت از استغاثه می باشه. و دیگه کسایی که مثلا استغاثه از مخلوق میکنن در مافوق چیز اسباب، این البته خودش شرک است،
چون که غیر از الله هیچ کس به کسی مدد کردن نمیتونه و هیچ کسی را به چیز نمیتونه، در مشکلاتش نمیتونه کمک کنه. و دیگه ای که پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که از پیامبر صلی الله علیه و آله میگه امو مسلمانا را که یک منافق اذیت آزار میرسون، رفتن که بخوان از این کمک بخوان از پیامبر صلی الله علیه و آله. خود پیامبر صلی الله علیه و آله میگه از این لفظی که استغاثه به او استعمال کردن، او به حساب خوشش نامد، گفت که این قسم به من نگویی. این کلمه که است استغاثه خاص مخصوص به الله است، چون که واقعا در هر مشکلات و در هر وقتی که انسان در هر چقدر سختی گیر بیه، فقط میتونه که او را الله مدد و نصرت کنه، کس دیگه نمیتونه. و اگر چی که پیامبر صلی الله علیه و آله میتونست از نگاه اسباب او را مثلا مدد کنه مسلمان به مشکلاتشان برسه، باز هم یک ادب به ما شما و تمام کسایی که مسلمان هستن و میخوان که واقعا بنده الله باشن، یک ادب بخشان گفت که شما باید وقتی که شما استغاثه و کمک میخوای از الله بخوای. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، برداشت ما از امی درس امروزی که درس 43 بود 44، یعنی در مجموع که فکر میکنیم همه امی 44 درس موضوعش میچرخه با موضوع شرک، که ما چه قسم بتوانیم خود را از امی مرض شرک در امان قرار بدیم. در چند درس اشتراک کردیم؟ در 3 درس. از 44 درس در 3 درس اشتراک کردیم. بله. به این اساس وقتی که ما فکر میکنیم که راه نجات یگانه چیزی است که ما را از انمی در وقت خواستن، قسمی که الله متعال در قرآن میگه و اذا سألك عبادی فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فاستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و بار بار در قرآن الله متعال یادآور میشه و میفرماید که وقتی که بنده ما چیز میخواه از ما بخواه، ما او را برش میتم و قبول میکنم. دعا کننده را. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزی ما که از استاد آموختیم البته در مورد استغاثه بود که در رابطه می کمک خواستن و مدد خواستن در انگام حالات البته اضطراری و مشکلات، که خود استغاثه از کلمه غوث گرفته شده که معنایش کمک خواستن می باشد در سختی ها، که البته در اصطلاح ما شما طلب دادرسی است. و فرق بین دعا و استغاثه این است که دعا در البته در هر حالات خواسته میشه، ولی استغاثه که در هنگام البته که ما شما به سختی مواجه شده باشیم خواسته میشه. و خود استغاثه که است باز در دو حالت البته ما میتونیم که از این پیروی کنیم، یکی در حالاتی که تحت الاسباب و دیگه فوق الاسباب است. که در حالات تحت الاسباب مثلا ما اگر فرض مثال مریض میشیم، اگر ما از یک دکتر استغاثه کنیم کدام مشکل نیست. اگر عالم اسباب، بله تحت اسباب، بله. اگر ما از یک دکتر استغاثه کنیم که به مدد ما برسه کدام مشکل نیست، اما اگر او دکتر برای ما شفا نداد، باز دیگه با ما به فوق الاسباب مراجعه.